شهری زیبا و باستانی به نام ورونا، دو خاندان بزرگ و قدرتمند یعنی مونتگیوها و کاپیولت‌ها با خصومت و کینه‌ای کهن زندگی می‌کردند. هیچ کس در شهر نمی‌دانست این کینه از کجا و کی آغاز شده. اما همه می‌دانستند که صلح و آرامش بین این دو خاندان رویایی بیش نیست. در یک شبی از جشن‌های پرشور و باشکوه کاپیولت‌ها، سرنوشت تصمیم دیگری گرفت. رومئو جوانی از خانواده مونتگیوها با سری پرشور و قلبی بیباک به این جشن مجلل نفوذ پیدا کرد. او در میان خنده ها و صدای موسیقی ناگهان با دختری روبرو شد که چون فرشته‌ای از بهشت فرود آمده بود. جولیت دختر زیبای خاندان کاپیولت‌ها. نگاهشان در هم دوخته شد و قلب‌هایشان با نخستین نگاه به هم گره خورد. این عشق پرشور اما ممنوعه از همان ابتدا درگیر سایه دشمنی دیرینه بود. با این حال عشق آنها آنچنان قوی بود که حتی مرزهای دشمنی را شکست داد. رومئو و جولیت تصمیم گرفتند به یاری کشیش لارنس مخفیانه ازدواج کنند و به پیوند ابدی دست یابند. شاید این عشق بتواند مرهمی بر زخم‌های قدیمی خانواده‌هایشان باشد. اما تقدیر سرنوشت دیگری برای آنها نوشته بود. پسر عموی جولیت از عشق پنهانی آنها باخبر شد و با خشمی سوزان به رومئو حمله کرد. رومئو ابتدا نمیخواست بجنگد، اما وقتی مرگ دوست عزیزش را به دست پسر عموی جولیت دید، کنترل خود را از دست داد و در مبارزه‌ای پر از خشم او را کشت. این اقدام باعث شد شاهزاده ورونا او را به تبعید محکوم کند. رومئو تبعید شده بود. خانواده جولیت او را وادار به ازدواج با تاجر شناخته شده کردند. جولیت با دلی شکسته و درمانده از روزگار نزد کشیش لارنس رفت و از او کمک خواست. کشیش نقشه جسورانه ترتیب داد. طبق این نقشه جولیت باید معجونی می نوشید که او را در خوابی عمیق شبیه به مرگ فرو می برد تا خانواده‌اش او را در مقبره‌ای بگذارند و سپس رومئو به سراغش برود و هر دو فرار کنند. اما نامه کشیش که این حیله زیرکانه را توضیح میداد هرگز به دست رومئو نرسید. او با شنیدن خبر مرگ جولیت دردی عمیق در قلبش حس کرد. با دلی شکسته و بی امید به ورونا بازگشت. به مقبره جولیت رفت، اما با همسری که خانواده جولیت برای او برگزیدند روبرو شد. پس با او درگیر شد و او را کشت. وقتی چهره بیجان عشقش را دید، دیگر هیچ معنایی برای زندگی نمی‌یافت. زهری نوشید و در کنار جولیت جان سپرد. چند لحظه بعد جولیت از خواب برخاست و با پیکر بیجان رومئو روبرو شد. دردی عمیق او را فرا گرفت و با خنجری که رومئو با خود داشت به زندگی خود پایان داد. این سرگذشت جانکاه سرانجام باعث شد خانواده‌های مونتگیو و کاپیولت با شرمساری و پشیمانی به دشمنی‌های دیرینه خود پایان دهند. خانواده‌های مونتگیوها و کاپیولت‌ها در یادبود عشق جاودانه رومئو و جولیت یک بنای باشکوه در ورونا برپا کردند. جایی که مردم از سراسر سرزمین می آمدند تا داستان این دو دلداده را بشنوند. ورونا حالا دیگر نه تنها به خاطر زیبایی‌هایش بلکه به عنوان شهر عشاق شناخته می شد و این داستان به مردم آموخت که عشق با همه قدرت و جاذبه‌اش می تواند حتی عمیق‌ترین زخم‌های دشمنی را بهبود ببخشد.